تصور کنید که کلید یک قدرت نامحدود در دستان شماست. قدرتی که میتونه تمام رویاها و اهدافتون رو به واقعیت تبدیل کنه. اون کلید در قلب شماست و نامش چاکرای خورشیدیه. چاکرای خورشیدی مرکز قدرت شخصی و اعتماد به نفس بی‌نهایت شماست. وقتی باز و فعال باشه، شما مثل یک مغناطیس پرقدرت تمام چیزایی که میخواید رو به سمت خودتون جذب میکنید. اما اگه این چاکرا بسته یا مسدود باشه، احساس ضعف و بی‌ارادگی میکنید. همین الان در این ویدیو شما رو با تکنیک های حیرت انگیزی آشنا میکنم که چاکرای خورشیدیتون رو پاکسازی میکنه و به شما قدرت خارق‌العاده برای دستیابی به هر چیزی در زندگیتون میده. پس تا آخر ویدیو بمونید، چون در انتها تکنیکی بهتون میگم که میتونه در عرض چند روز انرژیتون رو به سطح کاملا جدیدی برسونه. چاکرای خورشیدی درست در ناحیه شکم و بالای ناف قرار داره و به اون مرکز قدرت درونی و اراده هم گفته میشه. این چاکرا مسئول اعتماد به نفس، خودباوری و قدرت تصمیم گیری ماست. وقتی چاکرای خورشیدیتون متعادل باشه، حس میکنین که میتونین هر مانعی رو از سر راهتون بردارین و با قدرتی بی پایان به سمت اهدافتون پیش برین. اما اگه این چاکرا مسدود یا ضعیف باشه، احساسات منفی مثل شک، تردید، اضطراب و خشم به سراغتون میاد. در ادامه ویدیو بهتون یاد میدم چطور این چاکرای قدرتمند رو دوباره فعال کنید تا با قدرت درونیتون به هر چیزی که میخواین برسید. انسداد چاکرای خورشیدی میتونه منجر به مشکلات جسمی و روحی زیادی بشه. اگه هر کدوم از این علائم رو تجربه کردین، بدونین که چاکرای خورشیدی شما ممکنه نیاز به پاکسازی فوری داشته باشه. احساس کمبود اعتماد به نفس، ناتوانی در تصمیم گیری، خستگی و ضعف عمومی، مشکلات گوارشی یا ناراحتی معده. اما نگران نباشین، تو همین ویدیو یاد میگیرین که چطور این انسدادها رو رفع کنین و به تعادل کامل برگردین. حالا وقتشه که بریم سراغ تکنیک های فوق‌العاده برای پاکسازی چاکرای خورشیدی. این تکنیک ها به شما کمک میکنن تا این چاکرا رو از انرژی های منفی پاک کنید و قدرت درونیتون رو بیدار کنید. یک جای آروم بشینین، چشماتون رو ببندین و روی ناحیه شکم تمرکز کنید. تصور کنین یک نور طلایی روشن از این ناحیه به سمت آسمون در حال درخشیدنه. این نور تمام موانع رو از بین میبره و شما رو پر از قدرت و اعتماد به نفس میکنه. روزی 10 دقیقه این مدیتیشن رو انجام بدین و نتیجه حیرت انگیزش رو در زندگیتون ببینید. هر روز صبح و شب این عبارات رو با صدای بلند تکرار کنید. من قوی و قدرتمند هستم. قدرت درونی من بی پایانه. هر چالشی رو با موفقیت پشت سر میذارم. با تکرار این عبارات فرکانس های مثبت رو به چاکرای خورشیدیتون ارسال کنید و اعتماد به نفستون رو چند برابر کنید. حرکات یوگای مخصوص چاکرای سوم مثل پلانک و کوبرا به تقویت این چاکرا کمک میکنن. با این حرکات انرژیای مسدود شده رو آزاد کنید و به تعادل کامل برسید. غذاهای زرد رنگ مثل موز، آناناس و زردچوبه تأثیر فوق‌العاده‌ای روی چاکرای خورشیدی دارند. همچنین هر روز مدتی رو
زیر نور خورشید سپری کنید تا انرژی خورشیدی مستقیم به شما منتقل بشه. اما این تازه شروع ماجراست. تا پایان ویدیو بمونید، چون در انتهای ویدیو یک مدیتیشن مهم بهتون یاد میدم که میتونه در عرض چند دقیقه انرژی چاکرای خورشیدیتون رو به طرز شگفت‌انگیزی افزایش بده. الان وقتشه که این قدرت شگفت‌انگیز رو فعال کنیم. چشماتون رو ببندین، نفس عمیقی بکشین. تصور کنین که جلوی شما یک دایره بزرگ از نور طلایی درخشان قرار داره. این دایره نماد چاکرای خورشیدی شماست که آماده است تا انرژی‌های منفی و اضطراب‌ها رو از بین ببره. حالا به آرامی تصور کنین این دایره از ناحیه شکم شروع به چرخش میکنه. با هر چرخش نور طلایی روشن‌تر و قوی‌تر میشه. با هر دم و بازدم احساس کنین که این نور طلایی تمام موانع و ترس‌های شما رو میسوزونه و از بین میبره. حالا نفس عمیقی بکشید و اجازه بدین که این نور تمام شک و تردیدهای درونیتون رو از بین ببره و جای اونها رو با اعتماد به نفس پر کنه. نفساتون رو هماهنگ با این چرخش نور انجام بدید. هر بار که نفس میکشید، این نور طلایی درونتون رو روشن‌تر و قدرتمندتر میکنه. احساس میکنید که انرژی درونیتون داره به اوج میرسه. حالا آماده این که با این انرژی قدرتمند زندگیتون رو تغییر بدین و به دنیایی از موفقیت و اعتماد به نفس قدم بذارید. چند دقیقه با این انرژی فوق‌العاده بمونید. تصور کنید که این نور طلایی تا هر کجا که شما میخواید گسترش پیدا کنه. شما حالا صاحب قدرتی درونی و انرژی بی پایان هستی. هر باری که چشماتون رو باز کنی، این نور طلایی هنوز درون شماست. این نور همیشه با شما خواهد بود و به شما کمک میکنه تا در هر لحظه از زندگیتون با اعتماد به نفس کامل و قدرت بی نهایت پیش برید. حالا به آرامی شروع کنید به باز کردن چشم‌ها. نفس عمیق دیگه‌ای بکشید و با آرامش و قدرتی که درونتون احساس می‌کنید به این لحظه برگردین. شما آماده این که به زندگی با اعتماد به نفس و اراده استوار ادامه بدید. چاکرای خورشیدی شما حالا پاکسازی و تقویت شده و شما با استفاده از این قدرت درونی میتونین به هر چیزی که میخواین برسید. هر روز چند دقیقه برای این مدیتیشن وقت بذارید و تغییرات باور نکردنی رو در زندگیتون مشاهده کنید. اگه از این ویدیو هم لذت بردین، لایک یادتون نره و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین تا از تکنیک های بیشتر و عمیق‌تر با خبر بشین. این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین تا اونها هم بتونن از این قدرت شگفت‌انگیز بهره مند بشن. و یادتون باشه هر روز به خودتون بگید من قدرتمند، قوی و آماده برای موفقیت هستم.